همانطوری که مشاهده کردیم در نزد بینوی تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی با مقصد دستگیری غالبان آزمون، نزدیکان و پیوندان، یار و دوستان، پدر و مادران و استادان جمع آمدن و ما نیز به واسطه شاهد رفت این چهاربینی میگردیم و شما نیز در ادامه گزارش ما را همراهی نمایید. ما ملت کتابیم، همتای آفتابیم، ما روشنی تباریم، دریای شعر نابیم. تاریخ نام ما را با خط زر نوشته، بنیاد ما به شیری فضل و هنر نوشته. ای نسل نو رسیده، ای صبح نو دمیده، از آرمان تاجیک، ای بهترین پدیده. سلام و عرض بداریم دوستان عزیز و ارجمند، مهمانان گرامی. بالاخره برای دوستداران کلام بده فرصت فرا رسید. این هم باشد مراسم اساسی جایزه سپاری فروغ صوفی دانایی کتاب است و طوری میبینیم در این مراسم واقعا هم با یک شکوه و شهامت خاصه در تالاری بر هوای تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی ادامه دارد و در این آزمون خوانندگان با تعداد زیاده 269 نفر از مناطق گوناگون کشور اشتراک نمودند و مهارت و ملکه خود را سنجیدند. آزمون مذکور که به واسطه تحت سرپرستی پرزیدنت معارف پرور کشور، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار می‌گردد. با تحفه ها و افتخارنامه و این چنین مبلغ‌های پولی قدردانی کرده شدند و باید گفت که شاه جایزه برای این آزمون 60,000 سومانی مقرر کرده شد که در فضای تنتنوی با اشتراک مسئولین از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اکادمی ملی علم‌ها و دیگر مقامات مربوطه تقدیم کرده شد. تا 2 سال است که با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان این آزمون در جمهوری برگزار می‌گردد. نوشابری خیدی رو نای استقلال جای یکم 25,000 سومانی. دویو 20,000 سومانی. عاقل شهر بوستان جای دویو 20,000 سومانی. سیرت‌الله زاهر از شهر دوشنبه جای دویو 20,000 سومانی. السلام، من مدینه جمال‌الدین، خواننده صنف دهی گیمنازیوم رقم 74 ناحیه فیردوسی شهر دوشنبه، اشتراکچی از روی نامیناسیون چهارم خواندن و از برنمودن آثار ادبیات جهان. من زیاده از 2000 بیت و 75 نامگوی اثر مطالعه کردم. در آزمون با زبان‌های آلمانی، انگلیسی، روسی و با ترجمه تاجیکی شعرها را از خود نموده شرکت ورزیدم. شدم که در این آزمون شرکت ورزیده یکی از جایهای نمایان گشتم. سعید و سمینه خواننده صنف 8 لیسه رقم 3 برای خوانندگان بالای قطعی شهر دوشنبه هستم. میخواهم با اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میnnatداری خود را بیان نمایم که برای ما نوجوانان و نورسان آزمون‌های چنین را تشکیل نمودند. من میخواهم بگویم که بسیارتر جوانان و نورسان کتاب‌ها را خوانند، چون که فروغ صوفی دانایی کتاب است.
من عبدالله و نرگس خواننده صنف هشتمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 41 شهر حصار میباشم. از روی نمونه دوم یعنی خواندن و اذیاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک اشتراک می‌ورزم. من در این آزمون 200 تا غزل، 200 تا رباعی و 2 بیتی، 40 تا پاوست، 30 تا رمان، 100 تا حکایه و نوئلا، 500 بیت داستان، 400 بیت دیگر نوع‌های شعری را از خود کردم و منتداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما نورسان چنین آزمون‌ها را پیش بینی کردم. شیرالی و گلزاده ناحیه عینی جای دوم 20,000 سامانی. سعیدزاده نازنین شهر دوشنبه جای یکم 25,000 سامانی. برنده شاهجایزه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. در سال 2020 از نامیناسیون اذیاد کردن و خواندن آثار ادبیات جهان از گروه تربیت‌گرفتگان و خوانندگان مؤسسه‌های تا مرتبه فرمانده عمومی بر نصرالدین و رعنا نصیب دانشمند تاجیک که هم در سخن گفتن، هم در شعر اذیاد کردن و هم در مطالعه آثار معاصر و کلاسیک زحمت زیاد کشیدند و امروز غالب آزمون گردیدند. در تمام آسیا آوازه انقلاب مدنی تاجیک و تاجیکستانی است. فروغ صبح دانایی بهار معنوی ما و شماست و این همه بهار، این همه طلوع، این همه تجمل و این همه سلسله نصرتمندی برای همه ما و شما، برای کل مردم شریف تاجیکستان فرخنده و نصرت پی باشد. رعنا نصرالدینова هستم، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 دهه ساری جماعت دهات ماغیان از شهر پنجکند. امروز با حکم تقدیر یک جایزه بلند در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی شاه جایزه دوره 4 آزمون نصیبم گردید و من این را پیش از همه تحفه تقدیر میدانم. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی برای تمام جوانان کتابخوان یک میدان فراخ و بزرگ است که هر استعداد در آن با تمام درخشش‌های خود جلوه می‌دهد. طول 2 سال است که آوازه انقلاب مدنی ما تمام آسیا را گرفته است. ما امروز از جمله خلقت‌های به حساب می‌رویم که کتاب می‌آفرد، کتاب می‌خواند، شعر می‌داند. یکی از فعالترین اشتراک کنندگان تمدن آفر در تمام جهان می‌باشیم. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی پیش از همه خاطره تاریخی ما را زنده گردانید و جوانان ما بار دیگر از آن همه شاهکاری هایی که در ادبیات کلاسیک بچگانه معاصر جهان هست یادآوری شد. کتاب اصلا مقدسات است که بزرگتر از آن در دنیا بودن نمیتواند. بیهوده نیست که فیلسوفی را میپرسند که شما از مادر خود برای چی پیش از همه سپاسگزار هستید؟ میگوید وقتی من بار اول زاد روز داشتم در زیر بالین من کتاب مانده بود.
کتاب اصلا دانشگاهی است که ما و شما در آن تمام عمر دانشجو هستیم. پس این همه سلسله نصرتمندی، این همه طلوع، این همه تجمل، این همه دانشجویی و پیشرفت و جستجو برای کل ما و شما، برای کل مردم شریف تاجیکستان خورشید پای، نور آفر و نصرتمند و فرخنده پای بماند.